میریم سراغ سیستم چهارچرخ T8. T8 توی 3 حالت انتقال قدرت به چرخ‌ها رو داره: دوچرخ محرک، چهارچرخ سبک و چهارچرخ سنگین. 1. حالت 2H یا تک‌تف که به عنوان سیستم پیش‌فرض استفاده میشه که قدرت تنها به چرخ‌های عقب انتقال پیدا میکنه. زمانی که میخوایم یک رانندگی معمول توی شهر یا جاده داشته باشیم از سیستم 2H استفاده میکنیم. حالت دوم 4H یا چهارچرخ سبک که از این حالت تو سرعت عادی تو جاده هایی که لغزنده هستن، شنزان یا برفیان استفاده میکنیم که ماشین استیبل تر باشه. 3. چهارچرخ سنگین یا 4L که از این حالت انتقال قدرت تو مسیرهایی که ما میخوایم از حد اکثر توان ماشین استفاده بکنیم به کار میبریم. تعویض هر کدوم یک از این حالتهای محرک نیاز به آگاهیه که حالا با هم میریم و در ادامه میبینیم. در زمان تغییر موقعیت بین 2H، 4H و 4L نکته اولیه این که حتما باید T8 در حالت سکون باشه. بعد از توقف کامل باید پدال کلاچ رو 3 تا 5 ثانیه نگه داریم. در مرحله بعدی حالت مورد نظر برای انتقال قدرت به چرخ‌ها رو انتخاب میکنیم و میبینیم که چراغی که نمادش به این شکله چشمک میزنه و باید منتظر بمونیم تا تغییر حالت محرک چرخ‌ها کامل بشه. در نهایت چراغ نشانگر روی کلید انتخابی ثابت روشن میمونه. به این معناست که پروسه انتقال قدرت به چهارچرخ تکمیل شده. در زمان تغییر موقعیت بین حالتهای 2H، 4H و 4L چند تا مورد هست که در زمان استفاده از امکان چهارچرخ باید بهشون توجه داشته باشیم. اولیش اینه که اگه فرمون در وضعیت وسط نباشه و حالت محرک 4H و 4L انتخاب بشه، فرمون سفت میشه و این شرایط عادی است و نقص در عملکرد سیستم به وجود نیامده. در نظر داشته باشید که در حالت رانندگی تو جاده آسفالت از حالت 4H یا 4L استفاده نکنید، چون اتفاقی که میفته سر و صدای، ساییدگی لاستیک، مصرف سوخت بالاه که به ماشین شما آسیب میرسونه. در آخر این رو هم اضافه کنم که در حالت چهارچرخ موقع دور زدن فرمون رو زیاد نچرخونید، چون باعث افزایش بیش از حد بار روی موتور و در نتیجه خاموش شدن ماشین، سایش لاستیک ها و سفت شدن فرمون خواهد شد و باعث صدمه دیدن سیستم چهارچرخ محرک میشه. LSD یا سیستم دیفرنسیال لغزش محدود. این سیستم زمانی به کمک شما میاد که یکی از لاستیک ها با زمین استکاک داره و اون یکی لاستیک از زمین جداه که به اصطلاح سلنگ میگن. این سیستم میاد انتقال نیرو رو کامل متمرکز میکنه به اون لاستیک که روی زمین استکاک داره و بعد از اینکه لاستیک ها کاملا روی زمین بودن و استکاک داشتن، انتقال نیرو پخش میشه. ترانسفر کیس یا گیربکس کمکی در واقع وظیفه انتقال نیرو به دو دیفرنسیال ماشین رو داره. یعنی در واقع برای ماشینایی که دو دیفرنسیال دارن، ترانسفر کیس نیرو رو به هر چهارچرخ میفرسته.